5 وقت نماز دارد، لیکن در ماشین دخترهای مردم سوار زنا دارد. حبیب خدا لا یزنی زان حین یزنی و هو مؤمن، میگه رو تا سیاه میکنی تو. حبیب خدا میگوید تو دروغ میگویی، تو زنا میکنی، با زمانی که خودت مؤمن میشماری. و یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، پیغمبر خدا گفت نخواه مؤمن دزد باشد، وای دزدی میکند حالا که وای خودش را باز مؤمن میشمارد. و یشرب الخمر حین یشرب و هو مؤمن، عرق همه برداری میخوری باز میگوی من مسلمانم. تعجب آور است. حضرت بایزید خدا رحمت و مغفرت کند، یک قصه ذکر می شود در کتاب که خدا رحمت کند، حضرت مولانا جلال الدین رومی را که در نظم در آورده است. عجیب است، عجیب. بود گبر در زمان بایزید، بود گبر در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمانی سعید. کی چی باشد گر تو اسلام آوری، تا بیابی 100 نجات و سروری. یک گبر بود میگوید در زمانهای حضرت بایزید بسطامی، اولیای خدا، دوستی خدا، مجاهد در راه پروردگار. یک گبر شاید شما در مصرعهای شعری فهمین که میگن در جوانی توبه کردن نشأه پیغمبری است، گر به پیری میرسد گبر مسلمان میشود. گبر در لغت معنای آتش پرست میدهد، کسی که پیروی دین آیین زردوشت است و یک گبر میگویند. در تاریخ نفحات الانس میگوید که همین گبرها همراه مغان 5000 سال سلطنت داشتند، 5000 سال آتش پرستی کردند. 5000 سال آتش پرستیدند، آتش را در دادن، گفتن همین خداست، از همون مدد طلب کردند. از این در گمراهی دیگر هست. آتشی که خودش افروخته میکند و خودش خاموشش میکند. گبر آتش پرست میگویند. 5000 سال همین گبرها و موغان سلطنت داشتند. موغها گفته، موغها این روحانی زردشتیان است. گویم آدمی که یک روحانی است، یعنی یک عالمی دینی زردشت، موغانها میگویند. موغانها با در درجه پسترن از مبدان یا مبیدان میگویند. مبید و مبدش همون گویم که اکن دانشمندهای عالی دینی زردشت، بعد مبد میگویند. گبر خلاصیت آتش پرست، یک آتش پرست بود. میگوید بود گبر در زمان بایزید، یک آتش پرست بود در زمانهای حضرت بایزید بسطامی. گفت او را یک مسلمانی سعید. یک مسلمانی سعید آمد و یک مسلمانی نیم کالای دیگر آمد گفت ای آتش پرست، گفت آخر از زمین آتش چی فایده است؟ اگر تو صدها سال اگر آتش افروخته کنی و یک دم کندران افتی بسوزی، اگر زمانی که یکی نافهمیده در داخلش دنی هم زمان تر هم میسوزاند، نابود میکند. آخر عقل تا کار فرمان. دین حق دین خداست، دین اسلام است، دین نجات است. اگرچه امروز بعضی به انصافا بیچاره‌ها با آرد و با روغن و با پول عوضش دارن، لیکن آخر شرمنده میشوند. آخر این دین دین نجات است و برای این دین کوشش ندارم گفت. گرچه در ایمان و دین ناموقنم، لیک در ایمان او بس مؤمنم. اگر چندگو من ایمانی بر خدا هم ندارم، ایمانی به قرآن هم ندارم، لیکن در ایمانداری بایزید گو من ایمان آوردگی هستم، ایمانی او در ایمان دارم گفت. لیکن در دوام چی گفت؟
گبر ما را میگوید اکنون به ما میگوید باز ایمانگر خود ایمانی شماست، باز ایمانگر خود ایمانی شماست، نه بدان میل استم و نه اشتهاست. اگر امین ایمانی که تو داری، گفت ای مسلمانی نیم کاله، اگر همین ایمانداری و اسلامداری که تو داری، در ایمانداری و اسلامی تو نه میل دارم نه اشتها دارم، نه بدان میل استم و نه اشتهاست. آن که صد میلش سوی ایمان بود، گبر گفت همون مسلمانه، آن که صد میلش سوی ایمان بود، چون تو را بیند آن باطل شود. اگر همین انسان گفت خواهد که اسلام قبول کند، همین مسلمانی تو را ببیند، گفت مسلمان نمی شود، گفت همین ایمانی تو را بیند، گفت وای ایمان نمی آرد، گفت برای چی؟ زان که نام بیند و معنا نه، زان که نام بیند و معنا نه، تا بیابان را مفازه گفتنی. خدا رحمت کنه حضرت مولوی را. میگوید زیرا که آخر در شما فقط همین نامش ماندگی است، عملش نیست دیگر، غیرتش نیست، ناموس اسلامی نیست. گفت زانکه نام بیند و معنا نی، تا بیابان را مفازه گفتنی. بیابان گفته یک چولیستان میگویند، مفازه گفته گلیستان میگویند. آیا میگوید فرقی بین بیابان و گلیستان فرق است؟ انا گفت از ایمانداری شما هم گفت بیست همینه. شما ایمان دارین لیکن از گلیستانش درک ندارین، از عملش بیدرک هستین. الله به این خاطری که ایمانهای نیمکاله‌ای که ما داریم، این وعیدن در شأن اونها داخل می شود که روز قیامت اینها هم چیان؟ اینها هم نامه اعمالشان به دست راست داده می شود. از این خاطر من جانبدارم به همون انسانی که امروز در بی خدایی دعوت دارد، لیکن در همون بی خداییش چی است؟ اراده مستحکم دارد، به خدا باور ندارد، به قبر باور ندارد، به روز قیامت باور ندارد، با همین اراده مستحکمش میمرد میرود. لیکن امروز مسلمانی ما همون اراده مستحکمش نیست. مسلمانی بله مسلمانم، لیکن در پهلوش عمل را میکند که هیچ انسانی بیدین و بیدیانت این عمل انجام نمیدهد. برای مسلمان میشوی برادر عزیز. گفتی همون محمد اقبال لاهوری، گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. میخوای حیات مسلمانی بری، میخوای که نام شرف اسلام تو هم در دنیا و هم در آخرت برخوردار شوی، همگی از قرآن بیرون نشو. خیلی تأسف آور است، خیلی جای تعجب هم است. امروز باور کنیم در اسلام ما و شما، در ایمان ما و شما مسلمانی کامل شوید، ایمانتان کامل کنید در هر چیزی که قرآن و حدیث های پیغمبر خداست، هر چیزی که عزیزان خدا برای فایده ما گفتند، باید ما عمل کننده باشیم تا که از روز قیامت از میبرداشتگی های همون نامه اعمال با دست چپ نباشیم. انشاءالله از این آیت قرآن ما خیلی درکدار شدیم و حتی آیندهش هم که خداوند ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون. خوراک همینها در دوزخ چیست؟ وقتی کم مانده سوالها همه باقی. من شاید جمعه آینده در باب خوراک این دوزخی ها برای شما معلومات دهم. خوراکشان چی خوراک است، خدا به اینها چگونه ضیافت میدهد، انشاءالله جمعه آینده میفهمید. سلام علیکم داملای بسیار محترم حاجی میرزا. من مادری هستم که فرزند جگربند من 3 ماه شد که بیمار است و خیلی هم
تبابت ها هم کردیم، هر کی با طور خودش تبابت کرد، لکن من امید جان صحت او را از درگاه خداوند تعالی طلب دارم. او که بسیار اخلاصمند شما هست، او چی در صحتی و حالا در بیماری فتنه های شما را گوش میکند. ما همه به شما اخلاص داریم. من مادر شما را فرستاده خدا میدانم. خواهش دارم روز جمعه اگر او ذره خود را خوب حس کند، در مسجد شما نمازگزاری میکند. او همه نمازهای جمعه را در همون مسجد شما بود. ببخشید داملای عزیز، مادری که مغز و استخوانش میسوزد، دیگر چی گفتنی داد، چی گفتنی هم را نوشته نمیتوانم. روز جمعه روز تولدش هست. او خود روز جمعه به دنیا آمده است. داملای محترم، از شما یک دعای نیک، شفای کامل بهر فرزندم طلبگار هستم. مؤمن خداجوی بسیار است. اهل جماعت دعای نیک کنید. با کمال میل مادر گمراه شده، اگر خطا باشد بسیار عذر. داملای بسیار محترم حاجی میرزا، برادر این مادرم در حق فرزندشان دعا طلب کردن. یک آیت به یادم آمد برادرای عزیز، خدا در قرآن قو انفسکم و اهلکم نارا و قودها الناس و الحجاره. خداوند میگوید ای مردم، فرزندهاتان از عذاب دوزخ نگه دارید، زیرا که آن چیزی که آتش دوزخ علنگه میدهد این آدم است و سنگ است، سنگ ها است. چگونه که این مادر غم فرزند میخورد، چگونه که این مادر برای بهبودی او شفا طلب میکند، باید پدرها و برادرای عزیز ما نیز برای شفا یافتن او در قبر روز قیامت باید کوشش کننده باشیم و فرزندها ما بسیار اهمیت میدادگی باشیم. فقط غم دنیاشان نخوریم، فقط برای بهبودی سلامتی و راحتی اونا در دنیا کوشش نکنیم، برای آخرتشان هم مهنت کنیم، بسیار مهنت کنیم. بسیاری پدر و مادرای هست که امروز گویم دلاور نمی شود که بچهش به نماز دعوت کند یا از حرام کرده ها معنوش کند. لیکن فردای قیامت انا همین فرزنده که امروز تو نگفتی ویا روز قیامت از پیشی بری تو میدارد که همه شرایط همه پول و مال مکو در راه تو صرف کردم، یک بارم نگفتی که خدا را عبادت کن. اون حالت از گویم که یاقه ما و شما میدارد و تمام آن چیزی که میخواهد بالای ما و شما میگوید، زیرا وی را درد میکند و عذاب میدهد. خدای مهربان این فرزند شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب و روزیش بگردانی. آمین و رب العالمین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما یک گروه طلبگان با سوال ما جواب دهید. ما کتاب بیبلیا را میخوانیم برای علم دنیا را فهمیدن و یک گروه آدما پیدا شدن که میگویند که کسی این کتاب را میخواند کافر است. از نگاه اسلام ما حق هستیم یا آنها؟ برادر عزیز، امروز بیبلیا نیست. این بیبلیایی که در دست این نصرانی ها و دیگر کتاب هایی که امروز مشهورن، همه اینا تحریف کردن، دیگرگون کردن. آن کتاب اصلی که از جانب پروردگار به اینها نازل شده بود، همه اونا نابود کردن. اینا امروز بیبلیاها تحریف شدن، اینا را خواندگی آدم گمراه میکند. اگر بیبلیا حقیقت می داشت، اگر بیبلیا را تحریف نمی کردند، دیگرگون نمی کردند، الله در سوره صف چی می گوید؟ و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. الله از زبان حضرت عیسی بیان دارد که در بنی اسرائیل چی گفت؟